مدام با اون نیز زندگی کنم. و اما کلام خدا همونطور که در جزوه هاتون هست ما رو تعلیم میده. مطابق رومیان 12:21 مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. به این نتیجه رسیدیم آیا خشم بد هستش یا نه؟ نه، خشم بد نیست. عصبانیت بد هستش. خشم ما بد نمیتونه باشه. وقتی که گفتیم خشم مثل یک آلارم ببینیم، چون وقتی میگیم خشم بد هست یعنی من از درون با این مبارزه میکنم و چون از درون با این مبارزه میکنم یک جا منفجر میشم و بعد شما تعجب میکنید میگید این برادر رسول که اینقدر فروتن اینقدر مهربون چرا فحش داد؟ تو کتاب مقدس یه نفر هستش، حالا نمیخوام بگم بره آسمون حالمون رو بگیره. کیه؟ موسی، مرد خدا. مرد خدا چه کار کرد؟ وقتی که دید مردم نااطاعتی میکنن چه کار کرد؟ فحاشی کرد. من نمیدونم چی گفته و تو فکراتون پاکش کنید که چی گفته، ولی بالاخره فحاشی کرد. و میبینیم که خداوند نیز او رو توبیخ کرد. چرا که ما باید بدونیم چگونه باید عمل کنیم نسبت به آنچه که واقعا درست است. اندیشمند میگه تسلط بر نفس تنها آزادی قابل ذکر است. وقتی ما دنبال آزادی هستیم انسانی میتونه آزادی رو خوب تعریف کنه که بتونه بر خودش نیست این تسلط رو داشته باشه. اما عیسی مسیح در مرقس 10:14 میخونیم که اعلام میکنه چون عیسی این را بدید چیو؟ خشم نمود. عیسی مسیح نگاه میکنه شاگردان مسیح مانع اومدن بچه ها به سمت اون میشه. اعلام میکنه میگه خشم نمود. پس خشم اینجا چیز بدی نیست. به دیشان گفت حالا عیسی مسیح با حکمت به توسط روح القدس این خشم رو تبدیل به یک روال درست میکنه. میگه به دیشان گفت بگذارید که بچه های کوچک نزد من آیند. محبت رو اعلام میکنه. ما میتونیم وقتی که خشمگین میشیم بلافاصله به جای اینکه سریع داد بزنیم، فریاد بزنیم، معذرت میخوام، فحاشی کنیم، یه مشتی بزنیم به این، یه مشتی به اون ور بزنیم، لحظه ای بگیم ای روح القدس عزیز خواهش میکنم به من این آرامش رو بده. من چه کار کنم در مقابل این ناراحتی و خشمم؟ و اونجا هستش که نتیجهش رو میبینیم. آیا این کارو کردید یا نه تا حالا؟ من بارها کردم، خیلی موقع این کارو نکردم، چوبشو خوردم. ولی اگر بسپاریم به روح القدس، روح القدس نیز عمل خواهد کرد. این کولر از این بیشتر روشن‌تر نمیشه؟ و اعلام میکنه که بچه های کوچک نزد من آیند، ایشان را مانع نشوید زیرا ملکوت خدا از امثال این هاست. یعنی نگاه کنید خشمی که ایجاد میشه، بعد عیسی مسیح میتونه از این خشم در کنار رفتار بد اونها باعث یه تعلیم درست بشه که ما امروز بدونیم اگر ما میخوایم وارد ملکوت خدا بشیم، وارد یک زندگی سالم بشیم تحت پادشاهی خدا، باید در مسیر حکمت و محبت نیز عمل کنیم، همچون کودکان، مثل کودکان نیست. دو جا دیگه هستش که عیسی مسیح میبینیم که در هیکل خانه خدا در مقابل کسایی که اون محل رو به محل دزدان نیز تبدیل کردن، به خاطر اینکه اونجا صراف ها بودن، به خاطر اینکه باید برای قربانی کردن در خانه خدا توی اون محل، که اون محل در اصل ساخته شده بود برای کسایی که غیر یهودی بودن که تو اون محل برن عبادت کنن. حالا فریسی ها و کاتبان اون موقع و به عنوان کاهنان اون موقع اومده بودن اونجا بیزنس راه انداخته بودن که متاسفانه در مسیر بی انصافی و بی عدالتی داشتن اونجا از این موضوع استفاده میکنن به نفع خودشون. و عیسی مسیح اونجا چیکار میکنه؟ آیا فحاشی میکنه؟ آیا کسی رو میگیره بزنه؟ آنچه که درست بود رو انجام میده. چرا که ما میخونیم در ارمیا 7:11 و اشعیا 56:7 که اعلام میکنه مکتوب است که خانه من خانه دعا نامیده میشود لیکن شما مغاره دزدانش ساخته اید، محل دزدان ساخته اید. و عیسی مسیح اونجا وقتی شروع میکنه اینها رو بیرون کردن و همه رو بیرون میکنه، بعد میگیرن میزننش. آره؟ اون نزدنش؟ بعد اونجا جنگ میشه. کلام خداوند نیز اعلام میکنه در یعقوب 3:17 میگه آن حکمتی که از بالا میاد باعث صلح و محبت و عشقه.
و بعد ما میبینیم که عیسی مسیح اونجا مریضا رو شفا میده. میگه کوران شفا گرفتن، کران شفا گرفتن، مریض ها خوب شدن و چون روح خدا بود اونها عیسی مسیح رو خداوند و نجات دهنده اعلام میکنن. طوری که فریسی ها ناراحت میشن اون جایی که شما تسلیم خشمتون نمیشید، تسلیم عصبانیت نمیشید، تسلیم حکمت خدا میشید و از روح القدس نیز کمک میگیرید. جایی هست که حضور خدا میاد با اون شخصی که در مقابل تو هستش و درگیر با اون هستی و به هزار دلیل میخوای به اون بگی تو مقصر هستی، اون خودش اعلام میکنه که من مقصر هستم، من اشتباه کردم، منو ببخش. و دیگه احتیاج به این نداره که ما بخوایم درگیر بشیم با دیگران، با فحاشی و نیز با سخت گیری. اما بریم با هم دیگه افسوسیان 4:21 الی 32 رو نیز بشنویم. ممنون میشم. اگر واقعا صدای او را شنیده اید و حقایقی را که درباره خود فرموده است درک کرده اید، پس اکنون باید طبیعت کهنه و گناه آلود خود را که بر اثر شهوات فریبنده فاسد و فاسدتر می شود از خود بیرون نمایید. فکر و ذهن شما باید روز به روز تغییر کند و به سوی کمال پیش رود. بلی شما باید شخص جدید و متفاوتی شوید. شخصی مقدس و درستکار و این طبیعت نو را که به صورت خداست بپوشید. دیگر به هم دروغ نگویید بلکه گفتارتان همیشه راست باشد، زیرا ما اعضای یکدیگریم و اگر به یکدیگر دروغ بگوییم در واقع به خودمان لطمه میزنیم. اگر عصبانی شدید اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. پیش از آن که خورشید غروب کند خشم را از خود دور کنید. آمین. زیرا اگر خشمگین بمانید به شیطان فرصت می‌دهید که شما را به گناه وادار کند. اگر کسی از شما قبلا دزد بوده باید فوراً از این کار دست بکشد و با همان دستها آبرومندانه کار کند تا بتواند به محتاجان کمک کند. هیچگاه سخنان بد و زشت بر زبان نیاورید، بلکه گفتارتان نیکو و مفید باشد تا به شنوندگان خیر و برکت برساند. طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردد. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند، روزی که در آن به طور کامل از گناه آزادی خواهید یافت. هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشتخویی، ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید. آمین. و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. آمین. آمین. هاللویا. خدا رو شکر. مطالب واضح هستش، توضیحات هم زیاد میتونه آدم بده، اما فقط میخوام به طور خلاصه عرض کنم آنچه که پولس رسول داره بهش اشاره میکنه مثل این هستش، خیلی ساده. شخصی که میبینیم سال هاست اصلا فکر کنین حمام نرفته، لباسشو عوض نکرده و یه شخص خیرخواه پیدا میشه، این رو میبره حمام و لباسهای نوعی رو میذاره در کنار او و بهش میگه بعد از حمام لباسهای کهنت رو کاملا بریز دور. اون رسول هستش. و عیسی مسیح نیز میگه رسول بعد از سالها که نه حمام رفتی نه تمیز شدی، من امروز میخوام تو رو تمیز کنم، برو حمام بیا، لباسهای نو در کنارت هست. من میرم میام، لباسهای کهنه من سمت راست من هستش و لباسهایی که عیسی مسیح گذاشته سمت چپ من هستش و من شروع میکنم اینها رو تنم کردن، زیر پیرنی، لباس زیرم رو، شلوارم رو. دفعه پیرنم نیست. پیرن کجاست؟ خب چیکار میکنم؟ سریع برمیگردم پیرن کهنم رو باید بپوشم یا نباید بپوشم؟ نباید بپوشم. کاری که من باید بکنم این هست، یا عیسی مسیح پیرن برام نذاشتی، من اینجا پیرن ندارم. گاهی افراد مسیح ایمان میارن میگن ما سالهاست مسیح ایمان آوردیم اما هنوزی عصبانیت با من هست. چرا از مسیح نمیخوایی؟ صداش کن. آخه خواستم یه بار. کجا؟ تو کلیسا. خودت برام دعا کردی. اون هر روز بخوا، مدام بخوا. اگر اون رو نگیری مطمئن باش مجبوری پیرن کهنه رو تنت کنی، پیرنی که کثیفه، چه بسا که لابلای اون میکروب هایی هست که به تو آسیب میرسه. تا مادامی که میبینی لباس کامل تو در تنت نکردی به هیچ وجه اجازه نده لباس کهنه رو کاملا بریز دور.
تا نیز از بین بره. همونطور که در دوم قرنتیان ما میخونیم 5:17 که اعلام میکنه، هممون فکر کنم حفظیم، پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده. نباید به هیچ وجه اجازه بدیم در ما هیچ نوع خشمی باشه که به تبدیل به عصبانیت بشه و باعث رنجش خودم و دیگران بشه. اون جایی که چنین اتفاقی میفته جایی هستش که بدونیم لباس کهنه رو دوباره برتن کردیم، به جای اینکه از عیسی مسیح بخوایم که لباسی که به من وعده دادی رو بده، وعده ها رو باید بگیریم، چرا که زمان اینکه وعده میاد گذشت. ما در زمان دریافت هستیم، مشروط بر این که ما بخوایم و آن وعده رو نیز دریافت کنیم و بتونیم برای جلال نام او نیز زندگی خوبی داشته باشیم. و اونجایی هستش که ما خودمون باعث رنجش دیگران خواهیم شد. وقتی که نمیتونم درک کنم موضوع خشم چرا به من داده شده و اون رو تبدیل به عصبانیت میکنم، از همسرم، از فرزندم، از همکارم، از همخدمتیم، از هموطنم رو آزار میدم و میرنجونم و فکر میکنم حق با من هست. و وقتی بهش میرسم میگم چرا رنگت پریده، چقدر ناراحت هستی، چرا اینقدر آشفته هستی؟ خودم دلیلشم، چون من فرزند خدام، چون ما نور و نمک این جهان هستیم. این جای تأسفه که یک موقعهایی به من زنگ میزنن میگم برادر رسول فلان عضو کلیسای شما با ما چنین کرد. واقعا من خیس عرق میشم، میگم ببخشید، همونی که تو تعمیدش داری. به قولی واعظی میگه که فکر کنم برادر هایک بودش این رو میگه اگر، یا برادر ادوارد، میگه اگر احیانا من فلانی رو تعمید دادم و من نجاتش دادم از این بهتر نمیشه، اما اگر عیسی مسیح این کارو کرده حتما باید بهتر از این بشه. ولی من خجالت میکشم واقعا، نه من، تمام خادمینی وقتی بهشون میگن که فلان شخص به جای اینکه در راستی بیسته امروز به مسیح ایمان آورده و تعمید گرفته اما متاسفانه در ناراستی هست، باعث رنج خواهد بود. حافظ میگه دلدار مرا گفت چرا غمگینی، غمگین کدام دلبر شیرینی، برجستم و آینه به دستش دادم، گفتم که در آینه چرا میبینی. اگر امروز ما نموداری از اون هستیم که عیسی مسیح میخواد از ما استفاده کنه، پس باید هوشیار باشیم که چگونه نیز عمل میکنیم. اما چگونه از صفات ناپسند میتونیم رهایی یابیم؟ میدونیم که در حضور خدا بهترین تعلیم هست که بتونیم از تمام آنچه که ناراستی هست نیز دور بشیم. پس نکته سوم این خواهد بود: در اعتماد به حضور خدا غمها دور میشوند و از خشم و عصبانیت رهایی خواهیم یافت. که میدونیم اولین قدم برای رهایی این هستش که من بپذیرم درد خودم رو، من بپذیرم رنج خودم رو، من قبول کنم که اشتباه میکنم و چون قبول میکنم اونجا هست که این توبه حقیقی باعث این خواهد شد که من در مسیر شفا نیز قرار بگیرم و بتونم با فیض خداوند نیز فارغ از تمام اون خشم که میخواد به من آسیب بزنه نیز بشم. در مزامیر 51 11 و 12 که امروز خدا رو شکر روبن عزیز نیز این رو خوند، اعلام میکنه مرا از حضور خود مینداز و روح قدوس خود را از من مگیر. چرا که امروز ما فرزندان خدا فقط به توسط روح القدس هست. چرا کلام خدا اینقدر تاکید میکنه که مدام از روح خدا پر بشم؟ نه فقط در پرستش، نه فقط در این که بگم رفتم با دوستانم دعا کردم در بایبل استادی، بلکه تو خلوتگاه، توی خانه. شب من امروز روانشناسا به عنوان حمام روانی اعلام میکنن این رو 2 ساعت 3 ساعت از شماها میخوان برید اونجا و پولم ازتون میگیرن و این تعلیمات رو بهتون میدن اما قوت رو نمیدن. خدا رو شکر برای روانشناسا. بارها گفتم من حتی این رشته رو دوست دارم و نیز میخونم، اما عزیزان آنچه را که باعث نجات و شفای ما میشه روح القدس هستش. چرا که روح القدس اقتدار رو میده. اگر اونها به ما میگن در مقابل دیواری بایست و بگو من اومدم توبه کنم، منو ببخش، یا رسول خودت رو ببخش، این حرفا رو میزنن، یا آب درمانی، یا برفرض خنده درمانی و انرژی درمانی و یا قدرت پنهان. از این بازی‌ها چقدر زیاد شده این روزها و کلام خداوند نیز اعلام میکنه اینها خواهد اومد. ولی کلام خداوند به ما یک اقتدار میده در حضور او. وقتی که شب میشه تمام خستگی هامون رو، حتی زیباست هر ایماندار قبل از اینکه پاش به خونه برسه اون خستگیشو توی ماشین، حتی در خونه
زانو بزنه اگه میتونه. من یادم نمیره اون اوایل ایمانم وقتی خیلی خسته و به هم ریخته بودم و از محل کارم تا خونه مادر خانومم، چه گفتم مادر خانومم چون خانومم اونجا بود، فکر اشتباه نکنین، تا خونه مادر خانومم من قار میزدم، نه برای مادر خانومم، بازم اشتباه نکنین، مهدی جان میتونه این صحبت رو بکنه، جرأت داره. مهدی جان نگی برادر اکبر اینجاست. تا اونجا من قر زدم، روح القدس من گفت زانو بزن بعد برو تو خونه. وقتی زانو زدم گفت حالا توبه کن به خاطر تمام قرایی که زدی و تمام دردها و رنجها تو بیار نزد من. اون روز از خیلی ناراحت بودم، میگم اوایل ایمانم بود، البته حالا من یه اشتباه میکنیم و این نیست حالا اشتباه نکنم، ولی شروع کردم دعا کردم، گفتم خدای منو ببخش برای این برین و شروع کردم برای اونها دعا کردم. ولی وقتی در خونه رو زدم در باز شد، خود زهره منو دید گفت چه خبر، چقدر خوشحالی، چقدر شادی. برعکس چند دقیقه قبل ما میتونیم در حضور خدا تراپی بشیم و از این الفاظ و از این جمله های جدید که حمام درمانی بکنیم خودمون رو نیز دور بشیم، چرا که میدونیم که حقیقتا خدا میتونه قوت ما باشه. پس اعلام میکنه مرا از حضور خود مینداز و روح قدوس خود را از من مگیر، شادی و نجات خود را به من بازده و به روح آزاد مرا تایید کن. و مطابق متی 11:28 عیسی مسیح میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان، کسایی که رنج دارید، کسایی که تصور بر این میکنید که خشم شما امروز میخواد رفتاری رو برای شما ایجاد کنه که باعث غم شما بشه و دردهای شما بشه، مطمئن باشید که خداوند میخواد و خدا میتونه اون رو به خیریت نیز تبدیل کنه. بریم با هم دیگه. چقدر خوش به حالتون، من دارم ورقا رو میزنم، هوا خیلی گرمه، منم اینا رو براتون نمیخوام. خوش به حالتون. بریم با هم دیگه کتاب اول سموئیل رو یه نگاهی بکنیم. آیات یه خود زیاد هست اما میخوایم به نتیجه‌ای که میرسیم نتیجه کتاب مقدسی باشه. درسته که عیسی مسیح در مقابل خشم دیدیم چه رفتاری انجام داد، ولی خب فکر ما این هستش اون عیسی مسیح بود، اون 100% روح خدام در 100% جسمش بود. اما بریم انسانی رو ببینیم که این انسان چون با خدا بود چگونه عمل کرد. اول سموئیل 1:3-20. همون گونه که میدونیم توی اول سموئیل شخصی هست به نام القانه که 2 زن داره. من اینا رو سریع بگم، حنانه و فنینه، که اینها در اصل میشه گفت هووی همدیگه هستن و همونطور که ما میدونیم در گذشته اگر در اسرائیل زنی نازا بودش، یکی از خادمین اونجا رو، یکی از کنیزای اونجا رو به زنی میگرفتن برای اون مرد و میگرفتن که از و در اصل زنی که نازا بود یعنی بی‌برکتی برای اون مرد می آورد و خیلی موقعیت بدی داشت برای اون شخص. از این رو هستش که اینها مجبور بودن سالی 3 بار برن در خانه خدا عبادت کنن. ممنون میشم بخونید، من توضیح خواهم داد. فنینه زن اول پیوسته به حنا زن دوم طعنه میزد و او را سخت میرنجاند برای اینکه حنا نازا بود. بله نگاه کنید، پس این رنجش باید برای حنا یک غم و یک خشمی رو ایجاد بکنه که یک جور دیگه عمل کنه. شما میدونید وقتی زنها معمولا وقتی صحبت از هوو میشه چه اتفاقی میفته؟ حسادت، اصلا اون مرده رو میکشن. اینجا که نه، تو آمریکا، تو ایران داریم میگیم. واقعا تصورش هم اصلا غیر ممکنه، برای من که غیر ممکنه، حالا برای شما مردا دیگه خیلی سخته. و برای زنها چقدر سخت‌تر که یه نفر دیگه میاد حالا میخواد جایگزین این بشه، حالا تازه این یه نفر دوم که میاد شروع کنه لغاز گفتن، به قولی خودمون تنه زدن و بیاد اینجا بدگویی کردن. بله هر سال که به شیلوه میرفتند. بله، شیلوه جایی بود که عبادتخانه خدا بود که عید پسح، خیمه ها و جشن هفته ها رو میرفتن، در سال 3 بار اونجا عبادت میکردن. بله فنینه حنا را میرنجاند به حدی که حنا از قصه میگریست و چیزی نمیخورد. ببینید اینجا اصلا به هیچ وجه، معذرت میخوام علی جان، اینجا به هیچ وجه اعلام نمیکنه که حنا فحاشی کرد. حتی حنا حالا یه دستی زد، یه اشاره‌ای، میگه گویا مثل کسی هستش که داره این خشم خودش رو کنترل میکنه. بله شوهرش القانه از او میپرسید حنا چه شده؟ چرا گریه میکنی؟ چرا چیزی نمیخوری؟ چرا اینقدر غمگین هستی؟ آیا من برای تو از 10 پسر بهتر نیستم؟ وقتی آنها در حتی میتونه افرادی باشن در بین ما که این افراد ما رو دلداری میدن در مقابل آسیب هایی که میخوریم. اشاره کلام خدا خیلی